عشقشوی پنشیر. خداوند غریق رحمت کنه حاجی صاحب نور، خودی حاجی صاحب مدنوره. حاجی صاحب مدنور یکی از بازرگانای پنشیری خنچی بود دم دورانش و از او بچه هایی که برآمد تمامش لنگردار، دسترخواندار، کاکه، عیار، جوانمرد، مثل رئیس صاحب نورعالم، مثل رئیس صاحب شیرعالم، مثل رئیس صاحب حاجی عارف، مثل دیگر حاجی عارف. خب با من مثلی بود که من مثل یک، گرچه سنش قدر از من کده بالا نبود، اما برای من اینایست یک پدر معنوی بود. اما در امتداد راه ها چه اشتباهاتی که رخ داد از طرف من و از طرف از او باش نجایش. حاجی عارف قصه کرد به ما، گفت در وزارت آب و برق بند افتیدیم. مرا که چی شورای نظار بودم و اینمی بچه ها عکی منیر و اینمی چند تا بچه های دیگر باب اشرف اینمی ها را گفتن، گفت کل ما اینمی تو دمی یک قشلت اینمی جو گیر موندیم و ما در تعمیر هستیم و در اینی پایین از بوادت هست. ما فیر نمی کنیم که سلاحی داشته ایم و خلاص شوخ میای میگیریم. برای ما سوال بود از بوادتی ها چرا فیر نمی کنن. میگه یک وقت متوجه شدیم که اونا فیر نمی کنن که اکمالات سرشان قید است. میگه یک هفته تیر شد و 15 روز تیر شد، اینا مادم بالا پیردار هستیم، اینا میرن میای. بعد از یک هفته 2 هفته میگه یک رقم چی شد؟ اونا که هم دیگر خودت به نام صدا میزدن و ما که هم دیگر خودت به نام صدا میزدیم، اونا ما را میشناختن، ما اونا را. اونا میفهمیدن که ما برای ما نان قط است، شاید از گشنگی بمریم. به اونا از درون این صوف ها نان میرسید. یکی از روزها قماندانشان صدا زد، گفتو بچه ها میفهمم که چند روز از نان نخوردین. میگه ما رفته بودیم به دارون تاکاو، در رون تاکاو رفتیم، گفت نانای قاق سیلوی پوپنک زده آب و برق همی ها رو میگرفتیم، پوپنک هایش میتکاندیم میخوردیم. میگه از اونجا یک بچه قماندانشان صدا زد، گفتو بچه ها ما میفهمیم که چند روز از نان نخوردین، ما براتون نان روان میکنیم. پالیسی ما ایست که سلار شما هم بانین، ما میمانیم. این بچه که نان میاره هم غیر مسئله است و بچه که نان میگیره هم غیر مسئله باش. میگه وقتی که نانه که نزدیک آورد، امی بچه یک کاسه شوروا بود. میگه که تا برای ای بچه تسلیم کنم، میگم یک توت نان گرفت، شوروا خوب چکه کرد، خودش یک لقمه خورد و بعد کاسه را برای ما داد. و بعد میگه ما به دوستا تبدیل شده بودیم و اوضاع وحشتناک شد. امی بچه ها قطعی امی بچه ها یک فضا ایجاد شد و این محل درگیری شد و از اونا کسای زخمی شد و از اینا کسای زخمی شد، کسای کشته شدن و فلانه شد. ما در درون ماهیت خود بسا سلام‌های برادرانه از جبهه به جبهه دادیم. بسا روزهای زخمی شدنمان جبهه به جبهه هماهنگ کردیم. این ماییم، انسان‌های روی زمین، رفیقای روی زمین. یک مسئله رو براتون بگویم دوستای عزیز. بچه ها هست و یک بچه هست به نام قباد، دیجا مدیراتور هم هست. قباد با ما در نورین کار میکرد. از قباد بپرسین، بخش اعظمی از کارمندای نورین هزاره ها بودن. بخش اعظمی از کارمندای تلویزیون نورین هزاره ها بودن. من یک روز از رئیس پرسان کردم که چی رقم، یک پیام داشت به من، گفت من درگیر این تعصب ها نیستم. ما با هم در یک جای گریه میخوریم.
در یک نقطه گره میخوریم. اون گره های عاطفیمون یگان وقت یادمون میآید زمانی که طرف دنبه های تابه خورده خود میبینیم که مملو و آکنده از رنگ های مختلف تبار و نژاد و حرف و سخن و این و آن است. مجذوب رنگ ها میشیم و دیوانه میشیم و فریاد میکشیم. من شبها در پنشیر زمانی که ما می آمدیم می خواستیم بریم خنج که نقطه بالایی پنشیر است، طبق معمول می آمدیم به سر مرقد احمد شاه مسعود گذر می کردیم و می رفتیم. این عادت شده بود. عادت شده بود. و ده ها و صدها شب ما اونجا تیر شدیم. قنداری ها آمده بودن و شب همونجا سپری میکردن. قنداری های نورزئی. و همراهشان سلام علیکی میکردیم، میشیشتیم، حرف میزدیم، قصه میکردیم. اینی پیوندهایی است که بدون داشتن اون تابه هایی که ما در دنبه های خود خوردیم با هم دیگر ایجاد میشه. ایره پنشیری ها میفهمن. که از قوم نورزئی اونجا زیاد می آمدن. اجازه ما نمیده تابه هایی که در درون دنبه های من خوردیم که اونا یکی و دیگه و دیگه. کاکا ماما راشدین یک جمله گفت که ما یک تعداد از قبرستان ها را در بازارک برایشان بسیار احترام داریم و یک گپ حقیقت است. در نزدیکی های نیولیج یا در نزدیکی های آستانه و نخستین کسانی که در راه مبارزه با روس‌ها به شهادت رسیدند و جوانان سربلند پشتون لغمان بودند و تا امروز در میان این مردم قبرهایشان از احترام بزرگ برخوردار هستند. اینا پیوندها هستند که ما خوردیم، اما امروز رنگهایی تابهایی که خوردیم اجازه ما نمیتن که عاطفی باشیم. هیچ وقت. من احساس نمی کنم که در عصر 2025 یک پشتون پکتیاوال علاقه نداشته باشه خواهرش مکتب بره. و من فکر نمی کنم که در سال 2025 یک ننگرهاری علاقمند نباشه که دخترش به مکتب بره. من می نیست یک تاجیک زمانی که اقتدار جناب شاه امان‌الله غازی به او از حد وجود داشت و اقتدارش یک تاجیک پایین کشید و در قدرت نشست به نام ابوالای کلکانی. اگر من یک نشنالیست باشم باید برای من یک افتخار بزرگ و یک شکوه باشه، در حالی که یک نظام تجددگرا از بین رفته بود. و من اگر احساس میکنم برای یک پشتون شاید بسیار زیاد متعصب باشه که نرفتن خواهر خود به مکتب ترجیح بوده نسبت به این که بگه من حکومت میکنم. حکومتی که خواهرم مکتب رفته نتونه، حکومتی که در آنجا خواهر ما کار کرده نتونه حکومت نیست. بیاین که من برایتان نشان بدم که چی استعدادهای بزرگی در پشتونها و در زنان پشتونها وجود داره. مثال بسیار سادهش دکتر نسرین اوریاخیل. دکتر نسرین اوریاخیل یکی از
قدرتمندترین بانوان برجسته طبابت در بخش نسایی ولادی، رئیس شفاخانه زایشگاه، استاد پوانتون طبی و ده ها چیز دیگر، احساس نمی کنین که همین اکنون در خانه صدها هزار پشتون نسرین های اوریا خیلی زیاد نشستند و مکاتب برویشان بسته است؟ وجود دارن. بنابراین گفته که امروز گپا نمیچله، نچله. من همون گپای خودم میگم، صحبتهای خودم میکنم. حقیقت ما امین است، حقیقت ما هم است.